صدقاً دوست داریم. هر جایی که باشیم اتفاق باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، با یکدیگر مهربان باشیم، دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم. اگر مردم خلق این سیاست را دستگیری نکند، تنها یک رهبر دولت هیچ کار را انجام داده نمی‌تواند. من شکر میکنم که پای این قدر سال این خدمت تنها رهبر دولت نیست، این خدمت کلی مردم تاجیکستان از خرد تا بزرگی مردم تاجیکستان است که این سیاست را دستگیری کرده و این روز رسیده. من به شما احسن و آفرین یک جهت تشکر میگم، منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سلامت باشید. احسن، آفرین.